برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان عزیز و ارجمند ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. در خدمت شما شوکت محمد هستم و امروز در برنامه ما درباره سطح باوری مردم به مقامات تاجیکستان به رژیم امام علی رحمان صحبت میکنیم. مردم به مقامات، به رژیم امام علی رحمان، به حکومت جمهوری تاجیکستان تا چه حد باور میکنند؟ در برنامه امروز خواهید دانست. حالا خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. کسانی که حالا ما را تماشا کرده ایستادید لیکن به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید، خواهش میکنم آبونه شوید. پشیمان نخواهید شد. تماشابینان عزیز، امروز درباره تقدیر همون کمک هایی که مبلغ هایی که برای ضرر دیدگان در مناقشه مرزی در واروخ به صورت حساب حکومت گذشت، در همین باره بیشتر صحبت میکنیم. امروز نشست مطبوعاتی بود و در این باره از وزارت مالیه پرسیده شد و جواب وزارت مالیه هم گرفته شد که بیشتر صحبت های ما هم در همین باره است. به صورت حساب مخصوصی که برای کمک به ضرر دیدگان مناقشه مرزی در واروخ و چارکوه استفره از طرف وزارت مالیه باز شده بود، به گفت مسئولین این وزارت هیچ مبلغ وارد نشده است، یگان تین وارد نشده است. مقامداران وزارت مالیه در نشست مطبوعاتی گفتند. همین گپ را چه خیلی فهمیدن ممکن است؟ در کشور با 9 میلیون اهالی برای کمک به آنهایی که در حمایت از مرز و بوم وطن جان خود را داده‌اند یا خانه هایشان را تجاوزگران آتش زدند، یک نفر پیدا نشده است که 1 سومانی پول گذراند. حالا این هم میلش. به گفتی فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان، بعد از گشادن صورت حساب مخصوص آنها به سازمان‌های بین المللی مراجعت کردند تا به آسیب دیدگان مناقشه مرزی کمک خود را رسانند. حتی سازمان‌های بین المللی هم 1 تین نگذراندند، 1 درم. وزیر همین در همین باره سوال میشد میگریخت، سوال میشد از این جوابش میگریخت. چند بار پرسیدن که به صورت حساب چقدر مبلغ وارد شده و به کجا مصرف شده است. این بهانه را می آورد میگریخت، وی بهانه را می آورد میگریخت. بالاخره جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه همین بجوش آمد، طاقتش طاق شد. گفت که به صورت حساب مبلغ وارد نشده است. به صورت حساب مبلغ وارد نشده است. یعنی این چی گفتن گپ؟ یگان تین به صورت حساب وارد شده که نه. واقعا نمیخه. حالا در آخر خواهید دانست. ببینید، همین تاجیک مردم تا همین درجه خسیس شدگی می نخواد وزارت مالیه صورت حساب باز کند، بگوید که باید ما به ضرر دیدگان مناقشه مرزی کمک کنیم. یگان نفر تاجیک تا این درجه خسیس شده است که 1 درم نگذرانده است. همینطور می ها. ببینید، برابر شروع مناقشه در مرز صدها اختیاری خود را به مکان مناقشه رساندند تا از مرز و بوم وطن حمایت کنند. هزاران نفر دیگر در تمام شهر و ناحیه ها آمادگی رفتن به مرز را اعلان کردند.
شبکه‌های اجتماعی همون شب و روز خوندید شبکه‌های اجتماعی پر از دعوت به حمایت از وطن بودند. آنهایی هم که میگفتند آماده اند برای حمایت از مرز و ناموس کشور جان دهند کم کسان نبودند. مهاجران زیادی از روسیه اظهار آمادگی کردند که برای دفاع مرز آماده هستند کار بار خود را پرتایند بروند به مرز. ببینید از این ده ها هزار نفره که آماده وارد جنگ شدن و جانشان را هم فدا کردن بودند یک نفر آماده نشده است که یک سومونی گجا یک درم به صورت حساب وزارت مالیه برای کمک به جان باختگان و خانه سوختگان خیر کند. یک نفر پیدا نشده است. این هم در حالی است که نهاد کلیدی دیگری کشور وزارت کارهای داخله این وزارت هم به مردم و سازمان ها توصیه داد کمک های خود را تنها به صورت حسابی باز کرده وزارت مالیه ارسال کنند تا مبادا قلابان از فاجعه مرزی سوء استفاده کرده کمک های مردم را به نفع خود استفاده برند. قلابان کی باشند؟ گذشته از این با وجود مراجعت یکی از وزارت‌های کلیدی کشور به سازمان‌های بین المللی هم هیچ کدام از آنها آماده نشده است به ضرر دیدگان کمک کند. یعنی خودی وزارت گفته یگان تین به صورت حسابی باز شده مبلغ وارد نشده است. حتی از جانب سازمان‌های بین المللی. اکنون سؤال مطرح اینجا این است که چرا وارد نشده است؟ مردم تاجیک اینقدر بخیل و خسیس شده است؟ سازمان‌های بین الملل به حد بی‌پروا شده اند که به مراجعت وزارت یک کشور کمترین اعتنایی نمی کنند؟ یا مشکل در صورت حساب وزارت است؟ مشکل در کجاست؟ یا اینکه حکومت دزد است؟ کدامش درست باشد؟ بعد 2-3 روزی مناقشه مرزی برخی از فعالان جامعه شهروندی یادتان هست دست به کار شدند تا به ضرر دیدگان کمک جمع آوری کنند. اعلان کردند ما صورت حساب میکشیم. یگان کس گفتند که یگان کس صورت حساب کشاید ما به صورت حسابش پول میفرستونیم، پول جمع میکنیم، خانه هایشون را پوشیده میدهیم، کمک میکنیم به ضرر دیدگان. همینجا مدیریت سربیننده ترین گروه فیسبوکی در تاجیکستان اخبار برای افکار بعد درخواست های پیاپی کاربران گروه و مهاجران در روسیه صورت حساب باز کرد و در یک مدت کوتاه 10,000 سامانی وارد این صورت حساب شد. در تاجیکستان در همکاری با این گروه سازمان تاجیکان آمریکا با نام نسل نوین تاجیکان هم به جمع‌آوری مبلغ شروع کرد و در کوتاه‌ترین مدت به آن $8,000 وارد شد. به همین صورت حسابی رهبری گروهی اخبار برای افکار، یعنی همین ژورنالیستی شناخته رجب میرزا کشادگی صورت حساب. حالا دیرتر یک مسئولی این سازمان، همون سازمان در امریکا سازمان یافتگی به ما گفت که قرار بود مبلغ ها به مراتب بزرگتر وارد شوند، اما مشکلی که حکومت پیش آورد، وزارت کارهای داخله پیش آورد، به همین سبب جمع‌آوری مبلغ قطع شد.
طبق یک اطلاع دیگر که به ما رسیده است، تاجیکان مقیم اروپا هم به جمع‌آوری کمک‌ها شروع کرده بودند و مهاجرانی در روسیه بوده در تلاش کشادن صورت حساب و اعلان جمع‌آوری کمک‌ها قرار داشتند. از این خبر داشتیم. بچه‌های اروپا دست به کار شدگی بودند. در همین حال وزارت مالیه هم بلا فاصله بعد نزاع از کشادن صورت حساب با همین مقصد خبر داد. ولی ظاهرا مردم توجهی چندانه به آن نکرد. هیچ کس اهمیت نداد. کشاد نکشاد. اکنون ببینید. حالا از اقرار مقامداران این وزارت برمی‌آید که واقعا هیچ توجهی به این صورت حساب نبوده است. بله هیچ کس اهمیت هم نداده است. اما اهمیت داده است نداده است حالا بدتر میفهمید. اکو ببینید با گذشت چند روز از کشاده شوی صورت حساب وزارت مالیه و حالا معلوم می شود بنابر وارد نشدن درم به آن، وزارت کارهای داخله با نشر اظهارات رسما از مردم دعوت کرد که به قلابانی که با کشادن صورت حساب میخواهند از حساب مردمی ضرر دیده کیسه پر کنند باور نکنند و هر کمکی کردنی است مردم به صورت حساب باز کرده وزارت مالیه فرستاد. وزارت داخله در حال این گونه اعلان را رسانه‌ای کرد که مدیری گروه فیسبوکی اخبار برای افکار رجب میرزا اعلان کرده بود صورت حساب باز کرده بود البته به صورت حساب ها پول ها ریخته بودن. یعنی با همین اعلانش وزارت کارهای داخله رجب میرزا را به قلاب متهم کرد. حالانکه رجب میرزا هر روزه و گاه ساعت به ساعت از مبلغ‌های وارد شده خبر میداد. فلانی فلان قدر پول داد، فلانی فلان قدر پول فرستاد، این سازمان بچه‌های آمریکا فلان قدر پول دادن. همین خیلی گزارش داده می‌استاد. امکان قلابی در این حالت برابر به صفر بود. چون که هر نفری که نامش ذکر نشده بود در گزارش رجب میرزا میتوانست دعوا کند که رجب میرزا کنی منم پول فرستاده بودم تو گپ نزدیو نامی مرا ننوشتیو گفته میتوانست. حتی برای سنجش یگان نفر پول فرستاده رجب میرزا را به قلابی متهم کرده میتوانست. لیکن اینطور نبود. هر نفر را رجب میرزا به نامش به نسبش نوشته گزارش میداد، خبر میداد. وزارت داخله چی؟ وزارت مالیه چی؟ در همین حالت که ساعت به ساعت گزارش میشد، نام به نام گزارش میشد، وزارت داخله یگان خیل از صورت حساب باز کرده وزارت مالیه گزارش نداده است. یک حال تا به حال هیچ کس هیچ چیز نمیداند. حالا گفتن که یگان تیم پول نگذاشته است. مدیریت معروفترین گروه فیسبوکی اخبار برای افکار را قلاب نامید. ببینید بدون هیچ دلیلی. حالا ببینید این هم بس نه. رجب میرزا و برخی دیگر از فعالان به وزارت کارهای داخله دعوت شدگی هستند. با آنها صحبت گذرانده شدگی است و امر شدگی است که مبلغ‌های جمع شده در صورت حسابشان را به صورت حساب وزارت مالیه گذرانند و پول جمع کنی را بس کنند و به مردم توصیه دهند که کسانی که میخواهند خیر کنند به خاطر دستگیری ضرر دیدگان در مناقشه مرزی به صورت حساب وزارت مالیه پول گذرانند. باید رجب میرزا این را میگفت. اما رجب میرزا در صحیفه گروه اعلان کرد
بدون اجازه مردم حق ندارد پول آنها را به صورت حساب وزارت گذراند. و رجب میرزا گفت مبلغ‌های وارد شده برگردانیده میشوند و هر کسی خواست میتواند آن را دوباره به صورت حساب وزارت خودش به خواهش خودش گذراند. در همین حال تماشابینان عزیز، یگان کس نگفت مبلغ مرا به صورت حساب وزارت گذرانید. یگان نفر یافت نشد. و حالا ببینید از روی گزارشی خودی وزارت معلوم می شود بعد برگردانیده شدن مبلغش کسی آن را به صورت حساب وزارت مالیه ارسال نکرده است. هیچ کس آماده نشده است به صورت حساب وزارت مالیه پول گذراند. بله. ببینید بیشتری کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد اعلان وزارت داخله نوشتند که به مقامات باور ندارند و آماده نیستند کمکشان توسط مقامات رسمی به ضرر دیدگان برده شود. همچنین فشار بالای فعالان جامعه شهروندی به خصوص مدیریت گروه فیسبوکی اخبار برای افکار رجب میرزا انتقادهای شدید کاربران را برانگیخت. ببینید یک ژورنالیست نامی کشور که مردم به او خیلی اعتماد دارد، خیلی باوری دارد، به قلابی متهم کرد. به یگان حیای، به یگان استحاله و اندیشه وزارت داخله به ملال قلاب گفت. حالا وقتی قلاب گفتنش نام نبرد، اما بعد از آن همین ها را دعوت کرد و گفت که صورت حساب را بندید و اون پولهایی که جمع شده است به اینجا گذرانید، این طرف پرتوید. کاربران میگفتند که قلابان در وزارت چیشتگی هستند. قلابان همان نفرانی هستند که در وزارت نشستند. اکثریت به تجربه های پیشکی پیشتر روی داده از جمله گشودن حساب برای مبارزه با کرونا ویروس اشاره میکردند که مقامات با فرق از مدیریت گروه هیچ حساباتی از مبلغ های جمع شده ارائه نکردند و معلوم نیست این مبلغ ها به کجای مصرف شدند یا از طرف مسئولین غارت شدند. ببینید در همین حال فایزین قهارزاده میگوید که مردم ضرر دیده در مناقشه مرزی از سوی دولت کمک مالی گرفتند و قسم زیادی انشاءات های ضرر دیده نیز برقرار شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که امکان دارد ضررها از حساب کمک‌های مردم و سازمان‌های بین‌المللی برقرار شده و حکومت به نام خود ثبت کرده است. البته این باور کردنی نیست. بسیاری ها به این نظرند که واقعاً هیچ مبلغی به جز اینکه چند نفر را آورده همین مبلغ حتما گذاران یا در ترمه میگزی گفتگی نباشند اگر هیچ کس به این صورت حساب وزارت مالیه پول گذراندگی نیست. اگر وزیر مالیه و معاونش کمترین سواد دیپلماتی و سیاسی می داشتند بر دروغ هم باشد اعلام میکردند که به صورت حساب میلیون ها سامانی وارد شده است و تمام خانه های بازسازی شده در چارکو، خواجه علا و دیگر موضع ها کمک پولی های به خانواده جانباختگان و مجروحان رسانیده شده و غیره از حساب همین کمک های مردم بوده است. از مردم تشکر میکردند. از مردم تشکر میکردند که به وزارت باور کرده و کمک هایشان را به صورت حساب آن گذرانیده است. نه به گفته وزیر امور داخله صورت حساب ساخته شده در شبکه های اجتماعی از طرف قلابان میگفتند.
همین داشتگیمون انا همین است برادران عزیز، تماشابینان گرامی. وزیران مسئولین انا همین رژیم امروزه امام علی رحمان نه تنها پول مردم را غارت میکنند و میدزدند، بلکه با گرنگی سیاسی که دارند خودشان همه دزدی هایشان و سطح باوری مردم به خودشان را افشا میکنند. سطح باوری مردم به خودشان را انا همین خیلی افشا میکنند. ببینید همین بیک صبر وزیر علاقه برای انمی گرنگی هایش، نه گرنگی، هوشیار زیرکی سیاسیش از شرکت در نشست های مطبوعاتی باز داشته است. در نشست های مطبوعاتی رفته برآمد نمی کند، فقط معاونش رو میفرستند. حالا ببینید سطح وزیرهای دیگر هم از سطح بیک صبر چندان بالاتر نیست، همشون یک گروه یک کفنند. انکون ببینید همین یک جمله کوتاه معاون وزیر مالیه که گفت به صورت حساب مبلغ وارد نشده است، سطح باوری مردم و حتی سازمان های بین المللی به حکومت را معلوم کرد. 0 0 یک درم را به وزارت مالیه و وزارت داخله باور نکردن مردم به این معنی است که کمترین باوریه به حکومت ندارد. به حکومت امام علی رحمانی که در انتخابات بیش از 90% آواز گرفته است. این دروغ هم از همینجا افشا شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری خودخوانده است، نلگیتیم است. با سوء استفاده از جایگاهش حکومت را تصرف کرده است. خودی همین شهادت میدهد. دیشب در برنامه ما وقتی که یک طرفداری همین حکومت برآمد میکرد، به او برآمد کننده ها در برنامه سوال دادن، گفتن که همین چند نفر برآمد کرده ایستادند، 10 نفر برآمد کرده ایستادند بر ضد جنابت، تو خودت یک تایی. انکنون همینجا به انتخابات باور داری، به همین احوالتون نگاه کن که طرفداری حکومت چقدر است، مردم از این حکومت بیزار چقدر است. برنامه دیروزه ما، برنامه فردایی تاجیکستان را تماشا کنید. در آنجا مردم گفتند به طرفداری حکومت. حالا ببینید مردم پول نگذارانده است. بله نگذارانده است. خودی وزارت مالیه گفته ایستاده است. مونی سازمان های بین المللی هم مراجعت کردند به انمی صورت حساب پول گذارانند. سازمان های بین المللی هم پول نگذارانند. از این میبراید سازمان های بین المللی هم دیگر به حکومت تاجیکستان باور ندارند و نمیخواهند کمک هایشان را توسط حکومت به مردم رسانند. تنها همین مانده است که حکومت های کشورهای دیگر نیز اعلان کنند که من بعد تمام کمک هایشان را مستقیما به احتیاجمندان خودشان میرسانند، توسط حکومت نمیرسانند. حالا تماشابینان عزیز، نمی شود یک فرضیه دیگر را هم نادیده گرفت. این که شاید کمک ها وارد شدند و از طرف مسئولین غارت شدند. میخیل نه؟ میدونیم وارد شدگی است. مجبوری چند کسی مجبور کردگی است که به صورت حساب پولت گذارون، نگذارونده کارت بیزیب میشد. این هم شدنیش ممکن بله، لیکن گفتن که صفر نگذاشته است، یعنی غارت شدگی است. ولی این اصل مسئله رو تغییر نمیدهد و این باور را که حکومت امام علی رحمان یک حکومت مال مردم خور و دزد است
تقویت میبخشد. همین گزارش وزارت مالیه. ببینید به گمان غالب بعد این افشاگری جمشید کریمزاده و این برنامه ما به زودی جمشید کریمزاده را مثل معاون وزیر تندرستی که بعد یک جای کردنی هر دو کره چه فرق دارد؟ کره جنوبی است، کره شمال است. کره ده گفت برکنار شد، از کار گرفتندش. این هم ممکن از کار میگیرند. اما شما تماشابینان عزیز پروا نکنید. به جای جمشید کریمزاده حتما نفره میباید که از او بسوادتر، زیرکی سیاسیش بلندتر و این گونه عیب و نقصان ها و دزدی های حکومت را فاشکاریش بهتر به جای می بیاید. حالا ببینید در شبکه اجتماعی فیسبوک رجب میرزا رسیدی را نشر کرد که طبق آن به صورت حساب وزارت مالیه 10,000 سامان سپرده است. به صورت حساب وزارت مالیه 10,000 سامان سپرده است. یعنی مبلغ های مردم را برگردانیدگی. این بیچاره ژورنالیست، من همین خیر تخمین میزنم که مبلغ های مردم را برگردانیدگی برای آن که یگان نافهمیه به میان نآید، یگان بلای بسری آنهای آمده است که با این حکومت سر به سر شده اند بسری رجب میرزا نبیاید، شاید به دهان سگ استخوان گفته 10,000 سامانه گذراندگی است. لیکن کریمزاده گفت که به صورت حساب مبلغ وارد نشده است. اقلا اوی قهارزاده، اوی کریمزاده، اقلا همین 10,000 کجا شد بگوید آخر. انا دزدی، انا غارتگری، انا بی‌ناموسی در سطح یک وزارت، اون هم باشد وزارت مالیه. خودتون قضاوت کنید تماشابینان عزیز. چنانه که در اولی برنامه خواهش کردم، باز هم از یکایک شما خواهش میکنم اگر این برنامه ما به شما پسند شد، این مهنت ما پسند شما شد، خواهش میکنم کسانی که برنامه را تماشا کردید و به این کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستید، آبونه شوید. کسانی که تگمه لایک را پخش نکردید، خواهش میکنم پخش کنید. از پخش کردن تگمه لایک، از آبونه شدن شما به این کانال یوتیوبی ما، منفیت این است که از این گونه دزدی ها، از این گونه غارتگری ها، از این گونه نابکاری های مقامات امروزه کشور، رژیم امروزه کشور همه روزه با خبر خواهید شد. ما در خدمت شما هستیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه